سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. بدون وقفه و معطلی بریم بهتون بگم بهترین حرکات بدنسازی برای هر گروه عضلانی چیه. فقط قبلش حتما ما رو ساب کنید. اگه از این ویدیو هم خوشتون اومد لایک کنید چون خیلی به من کمک میکنه. من تو این ویدیو سعی کردم موثرترین حرکات بدنسازی رو براتون آماده کنم که شما ازش توی برنامه‌تون استفاده کنید تا فشار بهتری روی عضلاتتون بیاد. حرکات پا، سینه، پشت بازو، سرشونه، جلو بازو، شکم رو بررسی خواهیم کرد. اول از پا شروع می‌کنیم. به طور کلی عضلات پا به 3 دسته تقسیم میشن. چهارسران، عضلات همسترینگ و ساق. خب بهترین حرکت برای چهارسران اولیش اسکات، دومی جلو پا دستگاه. برای همسترینگ بهترین گزینه ددلیفت و پشت پا دستگاهه. برای ساق هم یه حرکت براتون در نظر گرفتم که اونم ساق با دمبله. تقریبا با یه شیب 10-15% بزنید خیلی بهتره. بریم سراغ سینه. بهترین حرکت برای سینه پرس سینه تخت هالتر و شنا سوئدی. برای پشت بهترین و کلی‌ترین تمرین بارفیکسه. بارفیکس رو حتما توی برنامه‌تون اضافه کنید و حتما بزنید. حرکت بعدی برای پشت دمبل تک‌خم. این حرکت هم اگه درست اجرا بشه حرکت خیلی خوبی و فشار خیلی خوبی میاره. بریم برای سرشونه. برای سرشونه بهترین حرکت نشخم دمبل، نشر از جانب، آخریش هم پرس سرشونه دمبله. عضله بعدی جلو بازوه. بهترین حرکت برای این عضله جلو بازو هالتر و حرکت بعدی جلو بازو سینکش نشسته روی زانوه. این حرکت جلو بازو نشسته روی زانو بازوتون رو منفجر میکنه و واقعا میتونم بگم یکی از بهترین حرکات برای بازوه. عضله بعدی پشت بازو. بهترین حرکت برای این عضله پشت بازو سیمکش و پشت بازو پرسی است. و آخرین عضله شکم است که بهترین حرکت برای این عضله پلانک است. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.